سلام. بررسی نسخه های اعصاب، نسخه سوم. این نسخه خیلی جالبیه. دو تا دارو بیشتر داخلش نیست. سرترالین و آریپیپرازول. بیمار احتمال خیلی زیاد دچار افسردگی شده. به روانپزشک مراجعه کرده. روانپزشک اول براش یه دارویی به نام سرترالین رو نوشته. و برای شروع کرده. احتمالاً اون جوابی که می‌خواسته رو از سرترالین نگرفته، اومده یه داروی کمکی هم بهش اضافه کرده به نام آریپیپرازول. و آریپیپرازول خیلی داروی جالبی که درموش صحبت می‌کنیم. داروی اول سرترالین هست. سرترالین خیلی داروی شناخته شده‌ای هستش. متخصصای اعصاب که خیلی زیاد نسخه‌اش می‌کنن، حتی توی نسخه‌های متخصص قلب و همچنین متخصص نورولوژی هم می‌بینیم. جزو داروهای ضد افسردگی هستش. کارایی و مکانیزمش هم اینه که میاد سروتونین رو توی یک حدی نگه می‌داره. سروتونین توی مغز داروهای بیماری‌های افسرده اومده پایین. حالا قراره که سرترالین بیاد اون سروتونین رو اون بالای نگهش داره و نذاره بیشتر از این کم بشه. به خاطر همین کمک میکنه مود بیمار افسرده آروم آروم بهتر بشه. 4 تا 6 هفته زمان میبره. به خاطر همین اینجوری نیستش که بگی هفته اول استفاده کردم جواب نداد پس دارو رو بذارم کنار. نه، 4 تا 6 هفته لازمه که صبر داشته باشیم تا ببینیم که دارو چه جوری هستش و جواب خودش رو بده. اما عارضه‌های جانبی مشکل اینجاست که همون اول کار مثل دلپیچه، مثل اسهال و مثل کاهش میل جنس ممکنه خودش رو نشون بده و جزء عارضه‌های دارو هستش. خب بیمار مراجعه کرده، احتمالاً افسردگیش به تنهایی با این بهبود پیدا نکرده. بنابراین روانپزشک گفته بیام یه دارویی هم به عنوان کمکی بهش اضافه کنم و دارویی به نام آریپیپرازول رو در واقع اومده اضافه کرده. آریپیپرازول جزء داروهای ضد سایکوز هست، آنتی سایکوتیک محسوب میشه. ضد روانپریشی در واقع بخوایم بگیم. ولی کاربردش خیلی جالبه، کاربرد زیادی داره. یکی از کاربرداش همینه، به عنوان نیروی کمکی برای درمان افسردگی‌هایی که اصطلاحاً میگن افسردگی‌های مقاوم به درمان هست استفاده میشه. میاد کمک میکنه. مکانیزمش خیلی جالبه، مثل ترموستات عمل میکنه توی مغز. جاهایی که دوپامین خیلی بالاست، ممکنه توهم و هذیان و اینا باشه، یا دوپامین میاره پایین. جایی که دوپامین خیلی پایین رفته و بیمار دچار انهدونیا شده، بی‌انگیزگی، لذت دیگه نمیبره از چیزهای قبلی و میاد دوپامینو میبره بالا تا اون مود فرد، اون انگیزه فرد برگرده به حالت عادی. پس اون کار ترموستاتی خودش رو خیلی باحال انجام میده. بهش میگن آگونیست نسبی از لحاظ فارماکولوژی. به خاطر همین ترکیب این دو تا با هم دیگه، گرچه روی یه سری گیرندهای سروتونین هم اثر میذاره، ترکیب این دو تا کنار هم دیگه کمک میکنه سروتونین و دوپامین، دو تا انتقال دهنده مهمی که توی مغز ما هست و توی بیماری افسرده تعادلش به هم خورده، در یک حد نرمال و یک حد متعادل قرار بگیره و مود فرد بتونه آروم آروم برگرده به حالت طبیعی. یه عارضه جانبی هم داره که شایع هست تقریبا و در واقع بیمار دچار بیقراری میشه، دائم میخواد پاشو تکون بده، دائم باید راه بره، که گاهی در واقع روابط توی نسخه ها از داروی به نام پروپرانولول هم استفاده میکنه که اون بیقراری رو بتونه کنترل بکنه. فقط حواستون باشه که تجویز یک داروی از دسته روان به عهده روانپزشک تنها، متخصص روانپزشکی، و قطع دارو هم باید تنها زیر نظر روانپزشک باشه. و ما اینجا صرفا داریم اطلاعات آموزشی نوروساینسی و در واقع نوروفارماکولوژی در موردش صحبت میکنیم. تا نسخه 4 خداحافظ.